چرا وای میسی رو کیسه فقط همینجوری بی هدف دست و پا بفرستی؟ تو این ویدیو نمیخوام بگم درست زدن کیسه چه شکلیه، اون همه بلدن. میخوام 4 مدل کیسه زدن بهت یاد بدم که سرعت، قدرت، نفس همه چی درگیر باشه. از اینم که وایسی رو کیسه بیهوده ضربه بزنی خیلی بهتر باشه. این ویدیو رو نگاه کن، من مطمئنم به کارت میاد این ویدیو. خب قبلش من پرهام رضایی ام، مدرس مویتای، مربی مقامم چیه محمد؟ قطع نکن خیلی خفن. بچه‌ها ما رو ساب کنید. نگاه کن کیسه‌مون پاره است. پول نداریم کیسه بخریم. ما رو ساب کنید تا بتونیم بریم این کیسه رو عوض کنیم. هر لایکتون هم به من انرژی میده. حسین زوم کن روی بچه‌ها نگاه کن. کیسه نداریم. ساب کردن شما حمایت از ماست. خب بریم سراغ مورد اول. بله بچه، کیسه زدن مورد اول اسمش هرمیه. ما معمولاً برای گرم کردن این کار استفاده می‌کنیم، ولی خیلی کاربرد داره واسه اینکه بدن شما لاکتیک نشه یا لاکتاک نشه. چرا؟ تو مبارزه دیدی دستا دم میکنه، دیگه شلیک نمیشه، پاهات دم میکنه. مقصر اینه که شما تمرینات قدرتی انجام ندادید با تایمای خیلی بالا. این یه دونه یه میل، من مطمئنم شما زرنگید، این یه دونه رو گوش کنید ببینید چه شکلیه. هر جاش هم متوجه نشدی یا من بد توضیح تو کامنت ها بهم بگید. مورد اول بچه‌ها، این پوزیشنی که بهتون میگم ثابته در تمام هر آنچه که من بهتون میگم. میخوام روبروی کیسه بیستیم. من کامل تو کاد معلومم. خب من میخوام وایسید مثل شاطرها یا مثل رقص پا گلگت کنید، نه رو گارد خودتون. جفا هدف اصلا صحیح زدن نیست، هدف چیز دیگه است. روی جفا دستا رو کشویی از بغل بزنید. همین این پوزیشن ثابته. توی هر آنچه میخوام بگم این ثابته. ببین پا، دستا کشویی، دستا کشویی. حالا 30 ثانیه، 1 دقیقه، 1 دقیقه و 30 ثانیه، 2 دقیقه تایممون 30 ثانیه 30 ثانیه افزایش میکنه. ضربه‌ای که میخوایم بزنیم ضریبش دوتا میره بالا. چه جوری؟ توی 30 ثانیه وقتی وایسادید اینجا هر جا صدای ستون شنیدید برو آقا مردا بزن، دوباره برگرد رو پوزیشنت. اون سوت دست استادته یا بده دست این نفر. گرفتی؟ دوباره چپ راست. توی 1 دقیقه، یعنی 1 دقیقه ضربه زدن، سوتو که شنیدی این میشه 4 تا. 1 2 3 4 دوباره برگرد. مداد بزن. 1 2 3 4. حل بچه‌ها. توی بعدی میشه 6 ضربه، یعنی 1 دقیقه و 30 ثانیه. حسین عزیزم این جدول رو براشون درست کن که بچه‌ها متوجه بشن. ببین اینجای دستم میشه 30 ثانیه 2 ضربه، 1 دقیقه 4 ضربه، 1 دقیقه و 30 6 ضربه، 30 ثانیه تایم ببر. از این ورم دو تا. رکورد این تو باشگاه ما 7 دقیقه است. بزن ببینم تو چقدر میزنی. صحیح زدن برام ملاک نیست، دم کردن برای من مهمه. هر چی این کارو زودتر انجام بدی، سوتا رو پشت هم بزنه، دستات هم سنگین‌تر بزنی، بهتر انجامش دادی. بین هر راندمونم 30 ثانیه نفس بذارید بچه‌ها. خب مورد بعدی برای بچه‌هایی که یادشون میره تو رینگ چی بزنن، این مال شماست. کیسه مال خودته. 3 تا 5 دقیقه، 4 تا 5 دقیقه با توه. گرفتی؟ این کیسه مال تو. هر کاری دوست داری رندوم با کیسه انجام بده. نفس بکش، چپ بزن. یه ترکیب از پیش تعیین شده. بچه‌ها من بابت میکروفون اگه یه موقع مثلا ضربه میزنم خشخش میکنه عذرخواهی میکنم. پول نداریم میکروفون بخریم، ما رو ساب کنیم بچه‌ها. خدا کنه این روش احساسی جواب بده محمد. خب یه ترکیب از پیش تعیین شده. مثلا اگر من دارم کیسه ها میزنم، عمو مرداد سود زد، نمیدونم مثلا نگفتم بزنی که هر موقع عمو مرداد سود زد میشه هوک، تتات، راست، زانوی چپ. حله؟ مرداد من کارامو میکنم، هر موقع دوست داشتی بزن. دوباره برمیگردم سر کار خودم. یه ترکیب از پیش تعیین شده. بهتره اون چیزی که همیشه ایراد داری، نمیدونم پای چپ ایراد داره، اون ترکیب رو طی کنید. 2 ضربه، 3 ضربه، هر چیزی که هست. خب شما کیسه‌تون رو بزنید، هر کاری که دوست داری، هر جا استادتون دوستتون یه صدای از پیش تعیین شده سود زد، اون ترکیب رو بزنید تا یاد بگیرید، گوشتون پیش کوچ باشه. یعنی وقتی دارید مبارزه میکنید عملیات هم که بهتون میگه رو انجام بدید و اینکه سرعت ریاکشنتون هم بره بالا. خب مورد بعدی اینم واسه بچه‌هایی که خالی میکنن. بچه دیدی مبارزه میکنی یه جا کنتاک شدید میشه، مثلا من دارم اینجا مبارزه میکنم دست و پا میزنم یه جا گیر میافتیم، باید شروع کنیم مبارزه کردن، سنگین میشه. حالا دوباره کیسه برای خودت بچه‌ها همون کاری که انجام میدی، رندوم یه کامبینیشن تو ذهنت داشته باش. تا راست هر جا صدای سوتو از قبل شنیدی
10 ثانیه گرفتی؟ مثلا سوت اول آغاز تایمو میگه، سوت دوم پایان تایم. چطوریه؟ مثلا من دارم میزنم، کار خودم انجام میدم، سنگین ولی شمرده شمرده. صحیح؟ هر جا آقا مرداد سوت زد شروع میکنم ضربه زدن نان استاپ. ستای سوت دوم یعنی تموم شد. 10 ثانیه. دوباره برگرد سر کار خودت. سوت دوم تموم. گرفتی؟ اینجوری تو اون جایی که شدت میره بالا خالی نمی‌کنی، چون تو از قبل واسش تمرین کردی. بچه‌ها مورد دوم، موظفی هر جا صدای سوتو شنیدی دستای بلندتون رو تبدیل کنید به دستای شکسته. برای بچه‌هایی که توی فاصله مشکل دارن، یعنی اینجا خوب کار میکنن، میان اینجا دوباره همون دستای بلند رو میزنن. صحیح؟ فرق هم نمیکنه. پاهای بلند رسیدی اینجا، اگه زانو داشته باشید البته محیط کار باشید، رشته‌های دیگه نمیدونم. پس شد سود. ببخشید بچه‌ها من سرما خوردم، دارم تمام تلاشمو میکنم که پر انرژی باشم، ولی اگه یه جا فست شدم ببخشید سرما خوردم. روش‌های احساسی میدم جواب میدم. سرما خوردم، کیسمون پاره است. مرداد همینجوری برای خودش سود میزنه، میکروفون نداریم، جمعه است، گرمه. حساب کنم چی میگفتم من؟ فهمیدم. پس شد من الان بوکس بلند میکنم. نمیخوای سود بزنی مرداد؟ دستا شکسته میشه بچه‌ها. دوباره سوت بعدی فاصله بلند میشه. اینجوری یاد میگیری تو فاصله دور مبارزه کنی، تو فاصله نزدیکم بوکس کنی. خب این 4 تا 100 تا دیگه بلدم. 100 تا دیگه بلدم. تو کامنت به من بنویس بچه‌ها. انرژی بهم بده. لایک کن. ساب کن. نمیدونم یوتیوب شیر داره. اون کاری که بلدی. انرژی به من بده، من تمام سعیمو میکنم. به خدا 100 تا دیگه بلدم. تا صبح من میتونم واسه این کیسه براتون مانور بدم که تو بیای بالا. فرق نمیکنه شاگرد کی هستی، بچه محل ما هستی نیستی، تو ایرانی هستی، تو بیای بالا من بیام بالا. لایک رو بزن که منم بیام بالا. ممنونم که افتخار میدی منو دنبال میکنید. حسین عزیزم، ادیتور عزیزم هم دنبال کنید بچه‌ها. ممنون از محمد و آقا مرداد که امروز کمک من کردن.